رفقا سلام، صبحتون بخیر. امروز جمعه 23 خرداد 1404 برنامه قله دورفک داریم. پیمایش شبانه داشتیم و اومدیم برای دیدن طلوع خورشید از قله دورفک که ما الان تقریبا ساعت 4 از تا جنگل البناب با ماشین اومدیم، ماشین رو پارک کردیم و از اونجا تا اینجا 2 ساعت و 45 دقیقه، حدود 8 کیلومتر مسیر جاده‌ای اومدیم و الان رسیدیم به این دوستای خوبمون که اینجا کمپ زدن و باهاشون کنارشون داریم میگیم میخندیم و خوشیم و منتظریم که طلوع آفتاب بیاد و طلوع آفتاب رو تماشا کنیم که براتون فیلم میگیرم و تایم لپس میگیرم و کلی با هم عشق کنیم. الان ساعت 4 صبح، تقریبا 45 دقیقه دیگه داره میاد. اگه توی فیلم بیفته پشت منم ماهو میبینید. ماه تقریبا کامل بوده، دیروز یا امروز کامل بوده و قراره کلی عشق کنیم. الان میرم نزدیک دیواره، یه نمای دیواری پشتم، بچه های ماه. بریم که یه ویدیوی خفن از طلوع آفتاب دورفک بگیریم و منتشر کنیم و با هم عشق کنیم. خیلی چکه. الان ساعت 5 صبح و ما روی قله دورفک گیلانیم. اومده بودیم برای طلوع آفتاب و الان آفتاب طلوع کرده و تقریبا نمایی که پشتم میگیرم نمایی که از دیواره دورفک معروفه و از گیلان معمولا این دیواره همیشه دید داره و ما الان دقیقا بالای همون دیواره ایم و داریم طلوع آفتاب رو میبینیم. واقعا جاتون خالیه. به نظر من یکی از بهترین تصویرهاییه که هر شخصی میتونه تو زندگیش ببینه و تجربه کنه. من یه دونه ویدیوی کامل بدون خودم میگیرم که شما طبیعت رو ببینین و عشق کنید. واقعا هوا عالی، آفتابی، خنک، جاتون واقعا خالی. ساعت 6 صبح و ما داریم از دیوار فاصله میگیریم، داریم میریم سمت غار یخی دورفک. بعدش هم میریم سمت قله دورفک که پشت منه. این نمایی که پشت من میبینین کلبه ها و دریاچه‌ای که جلوتره بهش میگن کاسه دورفک. حالا من رفتم رو خود قله، از اون بالا کاسه رو میگیرم که یه دید کامل داشته باشین. پر کلبه است و اینا و خب چشمه نداره تا اونجایی که من میدونم. پر کلبه است و اینا و ماشین آفرود تا اینجا میاد و خب کوهنوردی هم شما با ماشین شخصی تا جنگل البناب میتونین بیاین، ماشین رو پارک کنید اونجا، امنه. حالا ما همه سال هیچ مشکلی پیش نیومده. از اونجا تا همین جایی که ما اومدیم، یعنی حالا تا کاسیا تا دیواره، حدوداً 2 ساعت و 45 دقیقه، 8 کیلومتر جاده است و جاده‌ای که آفرود میره. شما راحت میتونین پیاده بیاین، خیلی سبکه، مناسب همه نوع افرادم هست، میتونن بیان. حالا اگه آفرود هم داریم که با آفرود میاین، موتور داریم با موتور میاین، ولی جای فوق‌العاده زیباییه. همین خیلی چک کردیم. گرگا زیر پا مرده، یک قورباغه زیر پا مرده بود، ناراحت شدم. دریاچه هم جلوتر الان میرسم، از دریاچه میگیرم. دریاچه اولش که نمای روبرو میشه بالا قله دورفک، این دریاچه دومشه و دریاچه سوم که هیچ کدومشون قابل شرب نیست. ما الان داریم مستقیم میریم اینجا غار یخی، بازدید میکنیم، میایم پایین، میایم اینجا، میکشیم این بالا، از اینجا سوار یال میشیم و میریم برای قله دورفک. رسیدیم به ورودی غار. آفتاب نمیتونم ببینم، تابلو داره، این هم ورودیشه که میایین داخل. اونجا هم یه تابلو داره، اون پایین میشه غار.
خب بچه اومدیم داخل غار و من یه نمای 2x2 رو میگیرم. واقعا زیباست. اهالی اینجا در زمستون که اینجا برف انباشته میشه، تابستونا میان آب خوراکیشونو از اینجا میبرن. یه غار خیلی قدیمی و کهنه. یه نوای بدون خودم هم میگیرمش. بچه ها من تا این آخرش اومدم و اینجا که میبینی این آخر غاره. از این پایین تر دیگه نمیشه رفت. کل مسیر یخزده است و این هم غار یخی دلفک زیبا. بچه ما که اومدیم داخل، این عموی ما هم اومده اینجا داره برف رو میکنه، میخواد ببره برای اینجا آبش کنه و استفاده کنه. این برف تمیز میکنه، جدا میکنه، میذاره تو کیسه و با این چوب میبره بالا. الان ما تو غار یخی دلفک هستیم. خب بچه ها ما غار رو رفتیم و از اینجا یه پاکوبی بود کنار مسیر غار اومدیم، از دهنی غار اومدیم بیرون، از اون حصارش هم اومدیم بیرون و کنارش سمت راستش یه پاکوبی بود که ما اومدیم. هم از شما از اونجا میتونیم بیاین، هم از اینجا میتونیم بیاین و وارد این پاکوب بشین و برین اون بالا و از اونجا هم بریم برای صعود قله. خب بچه ما مسیر هم از اون ور میتونیم برین صعود کنید، سوار یال بشین و ما همین شیب و تصمیم گرفتیم بکشیم بالا بریم سوار شیم دیگه، نریم دور نزنیم. شما هم میتونین از اون مسیر برین، هم میتونین از این مسیر بیاین. بچه‌ها پشت سر من میان. یه شیب واقعا عالی، همش لذته. ما رسیدیم به روی یال و همینطور که میبینید منظره این شهر اینجا رستم آباده که اینجا اتوبان رشت تهرانه. اینا هم روستاهای پلنگ دره و سیدشت و غار دربندشی و کلا این مناطق شامل میشن. خب بچه ما بعد 5 ساعت و 12 کیلومتر رسیدیم به قله دلفک زیبا با تابلوی جدید که جدیدن نصب شده. یه تابلو این پایینه، تابلو بسیار زیباییه و یه نمای دور قله‌ام میگیرم. ما یه 10 دقیقه استراحت میکنیم بعد حرکت میکنیم سمت پایین. مسیرش هم اصلا این سمت میکشیم میریم بالا، قشنگ تپه هاش مشخصه. یه تپه میریم دست راست اینجوری میکشیم پایین میریم تو جاده. یال رو ادامه دادیم، یکی دو تا تپه رو اومدیم رسیدیم به این دالانی. شما اصلا مشخصه این اصلا کوهنورد باشی راحت پیدا میکنی. اومدیم رسیدیم به دالانی، یادم رفت بالا فیلم بگیرم. رسیدیم به دال، بچه‌ام دارن بالا میان. اینا مسیر پاکوبی که همینجوری از وسط داریم میریم میرسه به جاده. این راحت ترین مسیرشه. از تپه بغلی هم میتونیم برین، از جلوتر هم میتونیم برین، این هم میتونیم برین و حواستون باشه دیگه اون زمانی که قله رو حرکت میکنیم میایم به سمت پایین یه تپه اینجوری داره. خب شما میتونید همین مستقیم برین که از عقب‌تر در میاد، یا اینی که اومدین بیاین دست راست یه تپه دو تپه از وسطش، یعنی به آخرین تپه که میرسین قبل آخرین تپه وسطش سبزی از دالانی و همون وسط بکشین بریم پایین سمت جاده. اون مسیرشه که به نظر من که این همه مسیرش رو رفتم راحت ترینشه. هی چکریم داریم میریم پایین. مسیر جاده ایم و اون تپه ها رو اومدیم پایین. الان تو مسیر جاده ایم، همونطور که میبینید دو تا راه داریم. شما میتونین کلا تو مسیر جاده باشین و تا خود جنگل تو مسیر جاده برین، یا میتونین ما بین مسیرها جاده ها پاکوبایی هست که کوهنوردا رفتن، میتونین از اون پاکوبا برین. این جلوتر یه دره هم هست، میتونین از دره بکشین بالا، یا میتونین از این انتهای کنار دره اونجا هم پاکوب داره از اونجا هم بکشین بالا. هر طور که حال میکنید راحته. ما الان جاده رو باید بریم اون سمت و بریم سمت جنگل الواناب که سوار ماشینا بشیم و بریم سمت رشت.
بچه این نکته بگم، تو کل مسیر دورتکی که ما رفتیم آب نیست. حتما اگه پیمایش دارین 2 لیتر تا 3 لیتر آب ببرید. ما الان پایان جنگل یاد نمیشه، پایان جنگلیم البوناب و بخونیم تنها جایی که آب داره اینجا چشمه است، ورودی بعد کلبه هاست. اینجا چشمه است که اینجا میتونی آب بردارین که خب اینا اول پیمایشه. ما یه 5 دقیقه دیگه میرسیم به ماشینا. شما ماشینا رو که پارک میکنین یه 5 دقیقه بیاین جلوتر میرسیم این ورودی و چشمه رو میتونین آب بدن. پیشنهاد میکنم حتما 2 لیتر تا 3 لیتر آب همتون باشه که تو مسیر آب کم میارین. ما بعد 16 کیلومتر و 7 ساعت پیمایش در مجموع رسیدیم به پای کارمون و برنامه تموم شد. درجه سختی برنامه هم بخوام بگم 3 یا 4 از 10 مناسب همه افراد، ولی نه همه افراد، یه ذره ورزش کرده. خیلی برنامه خوبی بود. دم همتون گرم که وقت گذاشتین دید. وای ماشین پاکه، چه حس خوبی داره ماشین میبینی. خوشحال گرم خیلی چاکری.